سلام به همه شما دوستان عزیز. امروز قراره با هم بریم سراغ یه موضوع فوق‌العاده مهم، نقطه شروع همه چیز، یعنی اون اولین و حیاتی ترین قدم تو مسیر خودشناسی، لحظه شگفت‌انگیز بیداری، یه لحظه‌ای که واقعا میتونه کل زندگیتون رو زیر و رو کنه. خب بیایید با یه سوال خیلی عمیق شروع کنیم. یه سوالی که شاید یکم تکونتون بده. از خودتون بپرسید آیا من واقعا بیدارم یا فقط دارم خواب بیدار شدن رو میبینم؟ میدونید جواب دادن به همین سوال خودش اولین قدمه برای یه تغییر اساسی. ببینید خیلی از ماها انگار توی یه اتاق تاریک خوابمون برده. غرق شدیم تو روزمرگی، تو سر و صدای اخبار، زرق و برق پول، لذت‌های کوچیک و زودگذر. تو این تاریکی اصلاً یادمون میره که هدف اصلی زندگیمون چی بوده. این همون خواب غفلت معروفیه که متاسفانه میتونه یه عمر طول بکشه. خب اینجا یه کلمه کلیدی داریم، یه قضه. یه قضه دقیقاً همون تلنگره، همون صدایی که از درون بهمون میگه بس دیگه. یه تصمیم خیلی قاطع برای اینکه از این خواب پاشیم و به سمت یه هدف بالاتر حرکت کنیم. این یه تئوری پیچیده فلسفی نیستا، نه، یه انتخابه، یه حرکت ساده از تاریکی به سمت روشنایی. حالا عمق این ماجرا رو ببینید. پیامبر اسلام یه جمله فوق‌العاده دارن که میگن مردم خوابن و وقتی میمیرن بیدار میشن. فکرشو بکنید. این یعنی چی؟ یعنی اگه تو همین دنیا بیدار نشیم، تمام چیزایی که به دست میاریم انگار داریم تو خواب یه قصر میسازیم. به محض بیدار شدن یعنی همون لحظه مرگ هیچی ازش باقی نمیمونه. واقعا تکون دهنده است مگه نه؟ خیلی خب، فرض کنیم چشمامون باز شد. حالا چی؟ قدم بعدی چیه؟ برای اینکه دوباره تو این مسیر سردرگم نشیم، یه نقشه راه لازم داریم. یه نقشه که روی 3 تا ستون خیلی محکم بنا شده تا این بیداری ما موقتی نباشه و تبدیل بشه به یه حالت پایدار. و این 3 تا ستون اینا هستن: شکرگزاری، توبه و مدیریت زمان. اینا میشن پایه‌های اصلی سفرمون. خب بزن بریم سراغ اولین ستون. ستون اول، شکرگزاری. این مثال رو با هم تصور کنیم. فکر کنید یه پدر فوق‌العاده ثروتمند یه هدیه چند میلیارد دلاری به بچه‌ش میده. اون بچه اصلاً چطوری میتونه این لطف رو جبران کنه؟ امکان نداره. شکر ما در برابر نعمت‌های بی‌پایان خدا دقیقاً همینه. ما حتی برای اینکه تونستیم شکر کنیم هم باید شکرگزار باشیم. پس بالاترین سطح شکر اینه که اعتراف کنیم که اصلاً نمیتونیم حق این همه نعمت رو ادا کنیم. میرسیم به ستون دوم، توبه. ببینید گناه صرفاً یه اشتباه ساده نیست، مثل یه زنجیره‌ای که دست و پای روح ما رو بسته و اسیرش کرده. توبه کلید شکستن این زنجیر هاست، کلیدی که در آزادی واقعی رو به روی ما باز میکنه. برای همین نباید حتی یه لحظه هم تعلل کرد، باید سریع این زنجیرها رو پاره کرد. و اما ستون سوم، مدیریت زمان. عمر ما بزرگترین سرمایه‌مونه، درسته؟ باید مثل یه تاجر خیلی حسابگر حواسمون به تک تک لحظه هاش باشه. هر شب قبل از خواب از خودمون بپرسیم امروز این سرمایه گرانبها رو کجا خرج کردم؟ چی منو جلو برد؟ چی منو عقب انداخت؟ گذشته که رفته، ولی آینده رو میشه با مدیریت هوشمندانه همین امروز ساخت. خب ستونها رو ساختیم. حالا سوال اینه که چطوری محکم نگرشون داریم که نریزن. تو این بخش میخوایم بریم سراغ چند تا ابزار کاملا عملی برای تقویت کردن هر کدوم از این ستونها. این جدول رو ببینید، یه جورایی نقشه راه عملی ماست. مثلا برای اینکه شکرگزاریمون قوی تر بشه، کافیه یکم عمیق تر به نعمتایی که داریم فکر کنیم و یه نگاهی هم به کسایی بندازیم که از همینها محرومن. برای تقویت توبه چی؟ باید به بزرگی اون کسی فکر کنیم که از دستورش سرپیچی کردیم. و برای مدیریت زمان واقعاً هیچی بهتر از یادگیری مداوم و نشست و برخاست با آدمای موفق و هدفمند نیست. اون انرژی و انگیزه‌شون ناخودآگاه به ما هم منتقل میشه. عالیه. تا اینجا ما بیدار شدیم، ستونا رو ساختیم، ابزارا رو هم برداشتیم. اما یه دشمن بزرگ و خیلی موذی اون بیرون منتظره. یه چیزی که میتونه کل این ساختمون رو با خاک یکسان کنه. به نظرتون اون دشمن چیه؟ و اینجاست که میرسیم به کلید طلایی و البته بزرگترین چالش کل این سفر، شکستن زنجیر عادتها. شاه کلید موفقیت تو این مسیر یه عبارت فوق‌العاده است: خلع العادات. یعنی چی؟ یعنی از ریشه کندن عادتهای بد. میدونید نفس ما ذاتاً عاشق تنبلی و وقت تلف کردن و کارهای بیهوده است.
تا وقتی که این زنجیره‌های نامرئی عادت رو پاره نکنیم، اون بیداری اولیه‌مون چیزی بیشتر از یه هیجان زودگذر نمیشه. این مقایسه تفاوت رو خیلی خوب نشون میده. اینکه آدم ساعت 10 صبح بی هدف از خواب پاشه، خب این ادامه همون خواب غفلت دیگه، فقط چشماش بازه. اما شکستن این عادت و بلند شدن با اراده، مثلا ساعت 6 صبح برای یه هدف مشخص، این یعنی بیداری واقعی. این یه تغییره که میشه حسش کرد. پس یادتون باشه بیداری فقط یه جرقه است. مهم اینه که این شعله رو روشن نگه داریم. و این یه فرایند مداومه. فرایندی که فقط و فقط با نیروی اراده برای شکستن زنجیر عادت هاست که پایدار میمونه و ما رو به مقصد نهایی میرسونه. و حالا نوبت شماست. این شما و این نقطه شروع. از خودتون بپرسید. اولین عادتی که قراره بشکنم چیه؟ حتی یه عادت کوچیک. اولین قدم برای شروع این سفر بزرگ چیه؟ همین الان تصمیم بگیرید. سفرتون دقیقاً از همین لحظه شروع میشه.